به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. پدران و مادران القدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، روز یک مرد نزد حضرت علی رضی الله عنه آمد و گفت: ای حضرت، به تو یک سوالی دارم، به من بگو که چطور برکت یابم. حضرت پرسیدند: آیا نماز بامداد را سری وقت میخوانی؟ من گفت: بله. حضرت پرسیدند: آیا پیش از خوردن بسم الله و بعد از خوردن الحمدلله میگویی؟ گفت: بله. حضرت پرسیدند: پس آیا در وقت هر یک نماز عبادت خود در حق پدر و مادر دعای خیر میکنی؟ اون مرد گفت: نه. پس حضرت علی رضی الله عنه گفتند: در هر نماز، در هر عبادتی که میکنی در حق پدر و مادر دعاگو باش، چون که مثل به این کار هیچ کسی حق ندارد. برادران و خواهران القدر، همیشه در نماز عبادت های خود در حق پدر و مادر دعای خیر کرده و البته دعای خیر آنها را نگیرین، زیرا رضایت الله تعالی با رضایت پدر و مادر وابستگی سخت دارد. ای پسر، مادر پدر را هیچگاه آزار مده، گر دعای خیر آنان هیچگاه آزار مده. در جهان مثل پدر مادر نداره دولتی، تا دمی هستی حیات مادر پدر آزار مده. الله تبارک تعالی پدر و مادر هر یک ما و شما را در حفظ و امانت خود نگه داشته. در این ماه مبارک هر دعای خیری که نسبت پدر و مادر میکنیم مقبول درگاهش بگرداند. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.